خانم ها و آقایون، مدت هاست که هدف انگلستان این بوده در یک اقدام فراحزبی که سپاه پاسداران باید یک سازمان تروریستی لیست گذاری بشه و دارایی‌هاش رو ازش سلب کنند. با خوشحالی میگم که این هفته بالاخره دولت انگلستان قانونی رو به جریان انداخت که الان این اجازه رو میده که لیست گذاری بشه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. این روزی رو نزدیک میکنه که وقتی یک انتقال مرتب صورت بگیره از رژیم مذهبی به یک حکومت دموکراتیک تحت رهبری خانم رجبی، این روز در واقع سریعتر فرا برسه. مقاومت مردم ایران و مبارزهشون برای یک جمهوری دموکراتیک پیروز خواهد شد